پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل مهاجرها زیاده از 4 روز در مکه ایستادن اجازت ندادن، برای آنکه از 4 روز زیاد ایستادن اگر مقیم میشن. و مهاجر آن آدمی که شهرش به خاطر الله ترک کرده است باید گشته به آن شهر نرود مگر همچون مسافر رود. بنابراین صحابه ها همین خیل به حج میرفتن که 1 روز 2 روز پیش از حج میرفتن، عمره میکردن، پگاه از مکه بیرون میبرآمدن، حج کرده می آمدن. حج که تمام شد 1 روز 2 روز 3 روز میایستادن و میرفتن، چون از 4 روز اگر زیاد ایستن مقیم میشن، مسافریشان به آخر میرسد، مقیم میشن. مقیم که شدن هجرتشان یعنی که باطل میشد. هجرت همین خیلی که یک شهر به خاطر الله ترک کردید، همه وطنی خودش دوست می‌دارد، همه می‌خواهد در وطن خودش زندگی کند، کار، فعالیت، دین و دنیا همش در وطن باشد. لیکن وقتی که به خاطر الله ترک وطن کرد، در این حالت باید بر نگردد. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه. آن آدمی که هدیه میدهد و هدیهش گشته میگیرد، به یک آدم تحفه میکنه، با تحفهش کشیده میگیره. نعوذ بالله، این آدم مانند سگی که قی کرده است و گشته قیش خورده است. یعنی که در نزد طایفه از علما باید بر نگردد. بعضی علما میگن که برگشتن مکروه است به وطن اصلیش. مثلا مکه یک زمان دولت کفر بود، بعدی سال 8 هجری فتح شد، فتح مکه شد. مکه تابعیت به مدینه منوره پیدا کرد و حاکمش پیامبر صلی الله علیه و سلم گشتند. از آن روز اعتبارا دیگر از مکه حاجت هجرت کردن به مدینه نبود. لیکن آنهایی که اصلا از مکه هجرت کرده بودند، آنها نمیخواستند که به مکه برگردند. حتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش میکردند و میترسیدند که یا رسول الله، خیلی که سعد ابن ابی وقاص میگه آیا من در مکه یعنی که هجرتی من مکمل نمیشد، مقصد اگر در مکه وفات کند هجرتش ناتمام میماند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نه، تو هجرتت مکمل میشود و تو انشاءالله باز زندگی میکنی، الله تعالی به سبب تو بعض آدم ها رو هدایت میکند. گفتم اما سعد بن خوله دیگر صحابه در مکه وفات کرد. یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اظهار تعزیه گفتند که در مکه مرد، در مکه وفات کرد. یعنی اونا نمیخواستن در مکه وفات کنن. برای چی؟ برای اینکه مکه را به خاطر الله ترک کرده بودن، بنابراین نمیخواستن در مکه مقیم شوند. لیکن بیمار راه گشته نمیتوند دیگه، تا مدینه راه گشته نمیتونست و در مکه جانش را سپارید، یعنی که وفات کرد. یعنی که صحابه ها میترسیدن که از 4 روز زیاد نیستیم در مکه، اگر رفت و از 4 روز زیاد ایستن مقیم میشدن. بنابراین جمهور علما مسافه قصر را 4 روز گفتند. والله تعالی اعلم.